دقیق و بی‌طرفانه. رادیوی آزادی در امروز 107.4 FM. سلام، صدای ما را از رادیوی امروز میشنوید. مولا رجب یوسفی هستم با تازه ترین خبر و گزارش های امروز. ساعت در دوشنبه 8. شهرداری دوشنبه به 10,000 ساکن پایتخت که سنشان از 75 بالاست علاوه پولی یک دفعه نخواهد داد. علاوه پولی را نفقه خوران در عرفه جشن 26مین سالگرد استقلال تاجیکستان دریافت میکنند. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی شهرداری مقدار علاوه پولی 100 سومانی بوده. با این هدف از بودجه پایتخت حدود 1 میلیون سومانی مبلغ جدا شده است. کاخ سفید با نشر یک اظهارات ادعای انتقادگران پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ را رد کرد که گفتند پرزیدنت تندگراها و جانبداران غایه‌های نفرت انگیز را به طور کافی محکوم نکرد. دونالد ترامپ روز شنبه در اظهار نظرهای عمومیش بعد بی‌ترتیبی‌ها در شارلاتسویل ایالت ویرجینیا عملی گروه‌های تندرو را که سفیدپوست‌ها را از دیگران برتر می‌دانند محکوم نکرد. پرزیدنت آمریکا در زده‌خورده میان اعتراضگران و تندروان سفیدپوش در شارلاتسویل بسیار طرف‌ها را عیبدار نمود. تری مکالیف والی ایالت ویرجینیا روز 13 آگوست در کلیسای باپتیست ها که پیروانش اساساً افریقایی آمریکایی هستند گفت برتری طلب های سفیدپوست و فاشیست های نوبرآمد که دیروز به ایالت زیبای ما آمدند، اینجا در شارلاتسویل جای شما نیست، ویرجینیا جای شما نیست، شما در هیچ گوشه ایالات متحده جای ندارید. بعد از زده‌خورد به مخالفین ملیگرا با ماشین حمله انجام شد که در نتیجه یک زن جان داده 10 تن دیگر مجروح شدند. راننده این ماشین بازداشت شد. از او جیمز الکس فیلدز ساکن 20 ساله ایالت اوهایو نام برده می شود. یک مقام بلندپایه وزارت امور خارجه روسیه از امریکا دعوت کرده است که به دلیل ناکامی‌اش در افغانستان این کشور را ترک کند. زمیر کابولوف فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان روز 14 آگوست به روزنامه ایزوستی چاپ مسکو گفت ارتش امریکا نتوانست در استقرار ثبات در افغانستان موفق شود. با گفته این دیپلمات روس فعلا افغانستان به سرچشمه تروریسم بین المللی مبدل شده است. نیروهای ائتلاف بین المللی با رهبری امریکا در اواخر سال 2001 به هدف سرنگونی رژیم طالبان وارد افغانستان شدند و تا به حال در این کشور درگیر جنگ می باشند. تا آخر سال 2004 امریکا شماره نیروهاش را به طور چشم‌رس در افغانستان کاهش داد، اما مأموریت پرزیدنت دونالد ترامپ اخیراً تصمیم گرفته است که به افغانستان نیروهای تازه نفس ارسال نماید. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران روز 14 آگوست با صدور یک حکم محمود هاشمی شاهرودی را برای 5 سال رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین کرد. بر اساس این حکم محمد باقر قالیباف شهردار تهران، ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات پیشین ریاست جمهوری و احمد توکلی نماینده پیشین پارلمان به اعضای مجمع اضافه شدند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام خود باقی مانده است. ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران از ابتدای تأسیس رسمی به عهده اکبر هاشمی رفسنجانی بود و پس از درگذشت او محمد علی موحد کرمانی رئیس موقت آن تعیین شد. مهمترین مسئولیت مجمع حل اختلافات میان پارلمان و شورای نگهبان است. مقامات روسیه از کشته شدن رهبر یک گروه جنایی در منطقه خشونت‌زای قفقاز شمالی خبر دادند. کمیته ملی ضد تروریستی روز 14 آگوست گفت رهبر گروهی که با نام گروه خونزخ مشهور است روز 13 آگوست در جریان عملیات ویژه امنیتی در دهکده اوروتای داغستان از بین برده شد. از این مرد حاجی مراد گاجیف نام میبرند که سالها باز در رویخط افراد مورد جستجوی روسیه قرار داشت. تصدیق اظهارات جانب روسیه از طرف منابع دیگر امکان ناپذیر است. نشر دیدگاه‌های مختلف و متضاد 107.4 FM. لئوناردو دیکاپریو هنرمند معروف هالیوود و پرودوسر آمریکایی با نشر یک مراجعتنامه به عنوان رهبران 12 کشور جهان از جمله تاجیکستان خواست که برای حمایت از ببرهای برفی تلاش بیشتر کنند. او آخر هفته گذشته در صفحه خود در شبکه اینستاگرام نوشت نسل ببرهای برفی بنابر ویران شدن محیط زیست و برخورد نامناسب آدمان با عالم وحوش با سرعت محو می شود. عبدالله اشورف گزارش را ادامه می دهد. لئوناردو دیکاپریو را در تاجیکستان بیشتر توسط نقشش در فیلم تیتانیک میشناسند، اما او طی سالهای اخیر بیشتر برای حفظ طبیعت اقدام کرده سال 2014 فرستاده مخصوصی سازمان ملل در مسئله تغییر اقلیم تعیین شده بود.
حالا او بنیاد را سرمایه‌گذاری می‌کند که به حمایت از ببرهای برفی تأسیس شده است. دیکاپریو از 12 کشور جهان خواسته است برای حمایت از ببر برفی اقدام سریع انجام دهند. مراجعت این هنرمند معروف در حاشیه برگزاری فورم بین‌المللی حفظ ببر برفی و محیط زیست آن صورت می‌گیرد. این فورم روزهای 24-25 آگوست در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار خواهد شد. لیوناردو دیکاپریو از سران کشورها خواسته است تا نمایندگانشان در همایش بیشکک برای حفظ ببر برفی وعده‌های مشخص بدهند. او در مراجعتش اینچنین گفته است که دولت‌ها باید در حمایت محیط زیست ببر برفی نیز اقدام کنند، زیرا نجات نسل ببر برفی از آن وابسته است. برنامه گلوبالی حمایت از ببر برفی و محیط زیست آن میگوید در تاجیکستان از 250 تا 280 ببر برفی باقی مانده است و کم شدنش از کاهش تومه آن به مثل گوسفندی مارکوپولو و بز کوهی وابسته است. گفته می شود سرشمار مارکوپولو و مارخور در تاجیکستان بنابر شکار گسترده کم می شود و برای ببر برفی غذای باقی نمی ماند. این است که ببر برفی مجبور می شود به مال و حیوانات اهلی حمله کند و دچار برخورد با آدمان شود. در سامانه این برنامه بین‌المللی نجات ببر برفی گفته می شود در نتیجه برخورد با آدمان ببر برفی نابود شده، پوست، دندان و استخوان‌هایش قاچاق می شوند. ببر برفی یا پلنگ شیرمال جانوری نادر است که شکارش در تاجیکستان ممنوع است. این جانور را به کتاب سرخ تاجیکستان داخل کردند. گزارش عبدالله اشورov را شنیدید. پاکستان روز دوشنبه 14 آگوست 70مین سالگرد استقلالیت خود را تجلیل کرد. رئیس جمهوری آن کشور ممنون حسین طی یک مراسم به این مناسبت در اسلام آباد پرچم سبز رنگی آن کشور را در حضور نخست وزیر شاهد حاقان عباسی و معاون رئیس جمهور چین ونگ ینگ برافراشت. آقای ممنون حسین به شمار از نخبگان کشورش مدال ها و جایزه ها نیز تقدیم خواهد کرد. محمد وفا رضازاده در این باره جزئیات بیشتر می‌دهد. این مراسم با آتشبازی در اسلام آباد و مرکزهای 4 ولایت این کشور آغاز شد. 70 سال قبل پس از حضور تقریباً 350 ساله انگلیس‌ها در شبه قاره هند 14 آگوست پاکستان اعلام استقلالیت کرد. هند کشور رقیب پاکستان یک روز بعد 15 آگوست را روز استقلالیت خود برگزید. حرکت اصلاحات خواهی دو کشور از انگلیس‌ها را مهاتما گاندی و محمد علی جینا رهبری کردند. حادثه تقسیم شوی شبه قاره هند با نام پارتیشن یا تقسیم شوی معروف است. تقسیم شوی شبه قاره هند به دو بخش پاکستان و هندوستان بزرگترین بحران و فاجعه در عصر 20 را در پی داشت و منجر به مهاجرت 12 میلیون به دو طرف مرز شد. مسلمانان از قلمرو هندی حاضره به سوی پاکستان کنونی هجرت کردند و هندوها از قلمرو پاکستان فعلی به هند پناه بردند. از آن زمان تا به حال این دو کشور با هم روی خوش ندارند و همیشه در تنش به سر میبرند. هند و پاکستان با هم مشترکات فرهنگی و تاریخی زیاد دارند، اما میتوان گفت بیشتر از اینکه رقیبی هم باشند دشمنی همدیگر به نظر میرسند. منطقه کشمیر که بر اساس تقسیمات باید تابع پاکستان می بود، قسمتی بزرگش به هند تعلق گرفت و سرچشمه تنش میان دو کشور باقی ماند. تنش‌های این دو همسایه و دو رقیب سنتی که اسلحه هسته‌ای را در اختیار دارند بارها با زد و خوردهای مسلحانه انجامید و باعث دو جنگ میان این دو کشور شد. اما در جبهه داخلی پاکستانی‌ها در حال 70مین سالگرد استقلالیت خود را تجلیل می‌کنند که این کشور در موج ناآرامی‌های سیاسی به سر می‌برد. دادگاه عالی پاکستان روز 28 ایول همین سال حکم کرد که سیاستمدار کهنه‌کار آن کشور نواز شریف دیگر حق کار در مقام نخست وزیری را ندارد و او را از این صلاحیتش محروم نمود. لحظه های بعد از صدور این حکم نواز شریف استعفا داد. در سال 2012 نیز پس از آنکه یوسف رضا گیلانی نخست وزیر وقت پاکستان از بازگشایی پرونده فساد علیه آصف علی زرداری رئیس جمهوری وقت خودداری کرد، دادگاه عالی او را از این مقام برکنار نمود. ممنون حسین رئیس جمهوری پاکستان روز 14 آگوست در مراسم تجلیل 70مین سالگرد استقلال کشورش گفت: در پس منظر چالش هایی که کشور عزیز ما این روزها با آن روبرو شده است، بسیار مهم است که ما این مسئله ها را بی‌طرفانه بررسی کنیم تا خودداری و عدالت در کشور پیشرفت کنند. در پاکستان نظام پارلمانی عمل می کند و هر حزبی که در انتخابات عمومی اکثریت کرسی ها را به دست آورد حکومت را تشکیل می دهد.
محمد وفا رضازاده بود که درباره تجلیل روز استقلالیت پاکستان گزارش میداد. صحیفه ما رو در یوتیوب با نام آزادی ویدیو مشاهده کنید. آزادی ویدیو نمای از واقعیت‌های روز است. شما خبر و گزارش‌های رادیو آزادی را روی موج 174 FM در پیشنهاد من مولا رجب یوسفی شنیدید. تفصیلات بیشتر این مطلب‌ها را می‌توانید در این سراغ azadi.org بخوانید و تماشا کنید. رادیوی آزادی در امروز 174 FM.